این ماشینی کیست؟ ندانم آخر. باز شما؟ این از آن شماست خانم سلن. بخشیش نفهمیدم. آخر با شما یک تحفه ناچیز گرفتم. یعنی در حقیقت بسیار ناچیز بوده است. این کلیدش است. اگر خواهید ماشین رو یک جای میرانیم. این چطور اتسا؟ از حد گذرونی. خانم سلن فکر کردم که اگر ممکن باشد تو فکر نکن میلش، چون که تو از حوزه فکری نقص کردن نمیبروی. عیب میشود خانم سلن. در اصل بر شما عیب است. میلش بگذاری خیل باشد، از من نرنجید. این آدم رو بیده ماشین گرفته است. بیاداب. اینه که تو هم بیچاره رو پستی بد زدی. من تو رفتار خوب کردن خواست. رفتارش رو بلا زند. نه آخر مدام رفتار خوب کردن نیست، برای چی گول نمیگیرن؟ برزگو از او رو بسیار ناراحت شدم. خانم سلن اگر اینها را از نام من قبول کنید من بسیار ممنون میشوم. ای بین چه خیلی گل دسته زیبا آورده است. شما مرا مسخره کرده ایستادید خانم سلن. بله من این گلها را از قبرستان روسا آوردم. اگر پای برده باشد، اگر نخواهید من این گلها را میپرتویم. این گلها گرچه ارزان باشند لیکن من اینها را با یک صمیمیت زیاد برای شما آوردم، اما تو شکستی دیدم. ای سلین او خطا فهمید، بسیار عیب شد. به خدا بسیار عیب شد. ما باید همدیگر را با مسخره شدیم. یسلوید کسی مرا فریاد کرد؟ کی مرا فریاد کرد سلین؟ گلهایم رو بدهی. همه گلی قبرستانم؟ بله. برای من نگرفته ایم اگر؟ البته برای شما. غیر از شما لوین با کی گل میدید؟ تشکر زیاد که این گلهای نوچیز را قبول کردید. من می ندارم لوین جان. لوین جان؟ مرا جان گفتی؟ لوین جان؟ مرا جان گفت بغدا. اتختاری خاله سلیم مرا جان گفت. ای بچه تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام برادر مرا خونسندی ما آغوش گرفتم. بیاش برای یک آغوش بگیرم. چیکار کرده ایستاده ای برادر؟ سلیم مرا لوین جان گفت. محبت را سلیمین باید آمو که از که شاید چشمش بگیری هیچ جارا نمیبینه. خیر میبینم پسنده دومد. نی عزیزم چه علاقه دارد؟ نی عزیزم چه علاقه دارد؟ رفتیم. چی شد گبزن؟ گوش کن برادر، کمی سرونم. آقای اکرم چرا به من زنگ میزند؟ لبای آقای اکرم. تو آدم نیستی. چی؟ نفهمیدم. تو آدم نیستی گفتم. اما چون در بین کودکی شد وضعیت تغییر مییابد. چه خیل کودک؟ پدر میشوی پدر. پدر میشوم؟ حاله حامله است. شوکت بریز. شوکت من با مسجد ندارویم. استاد چی شد؟ یکم کس وفات کرد؟ نه استاد، به سرم یک سوال مهم آمد. خدایا تا با چه خیل تو آمدی تلخم را کفاندی. بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چی شد؟ تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی؟ باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. نویس.
هجری شاید حیاتی بسر برده ایستادنمون یک خواب است. وقتی وفات کردنمون هنگامی به اون دنیا رفتن از این خواب برمیخیزیم. هجری این حیات یک خواب بوده میتواند. شاید حالا از سبب خواب دیدنم به این سوال جواب دادن نمیتوانم. آخر در خواب هستیم که از این جهت مانند خواب فکر کن. خیر من رفتم. من رفتم. آخر در خواب هستیم مانند خواب فکر کن. خدا راضی باشد استادی عزیزم. سرم آرام شده. علی جانم خبر راست است. خبر راست است. استاد تو اینجا چیکار میکنی؟ آخه کی به تو گفت؟ هیچ کس باید نمیگو وعده داده بودم. من خبر میشوم. ما خواستم میشویم. بیسرم تو چی کار میکنی؟ نبیرم را میفتانی و حامله است. ای بابا جون. ای بابای زیبایم. رد من را. تشکر زیاد. عشقم گوش کن. در بینمون یگان زن ندر اومده است. از راستی آخر یگان کس هم همراه شده نمیتواند. من به غیر از تو هیچ کس را دوست نداشتم، اما حالا باز دیگر کس را دوست میدارم. کودکمان را به خانه برگرد. برمیگردم. برگشتم و برمیگردم، اما یک شرط دارم. مایلش بگو عزیزم. تو فقط بخوا عزیزم. بخوا از آسمان ها ستاره ها فرود آرام. بخوا در هوا با پوفک ها حله نویسم. آسمان ها را یک طرف گذار و زمین فرا. حالا آن زن هست کن. او را از شبه به دیگر جا روان میکنی. اگر نشود تو از آنجا میروی. فهمیدی؟ مایلش عشقم. تو هر چی بخوای بکن. پس این طور باشد. مایلش برمیگردم. عزیزم جان. بله جماعت مسلمین، در معروضه امروزمون چقدر بازن زورآوری کردن در دینمون گناه است. در این باره صحبت میکنیم. نمک بسیار گناه دارم، اما تا امروز یگان زن را رنج و عذاب ندادم. در این باره دلم راحت است. آفرین با تو این زیبنده است. عیناً همین خیلی دوام ده. مرا گوش کن. تو به این موضوع بسیار دقت کن. به خدا پاره پاره میکنمت. ای برادر خاموش شو. در مسجد هستی. بله جماعت گرامی، مقام زن در دین ما بسیار مهم است. فراموش نسازید، دینی که زنها را از ورطه زنده به زنده به خاک سپردن نجات داده و به زیر پایشون جنت را توتیا کرده است، نامش اسلام است. گوش اندازید، جناب پیغمبرمان در خطبه وداعش این خیل فرمودند: ای مردم، و شما حق زنها را رعایت کردن و در این خصوص از خدا ترسیدنتان را توصیه می‌دهم. شما زنها را همچون امانت خدا گرفته اید. فهمیده محترم جماعت؟ به خدا که داملو موعظه خوب میکرده است. به خدا در نزد داملو شرمندم. به خدا خوب شد که از سرداری پیشینم جدا شدم و با شما پیوستم. به این وسیله فرصت حقیقت رو دیدم به دستم اومد. بله. ای برادر آخری خیلی نمیشود. ایرج خب کن، چون دامولا در اینجا هست حقی گپ زدن نداری. گوش کنید محترم جماعت، جناب پیغمبرمون امانت خدا میگوید زنها را از همین سبب هنگامی به زن زورآوری کردنتان به امانت خدا خیانت کردگی حساب میشود. یعنی شخصی که نسبت زن یگان خطایی میکند، نسبت خدا یگان خطایی کردگی حساب مییابد. استاد و خدا که راست میگوید، اما چه خیلی خطابی گفته استاد این را نفهمیدم. نجری آن رو یگان جای نفهمش نیست. گوش اندازید. بیشتر من از اینجا یک نکته رو خونده بودم و شما رسوندم. راه جنت ارزانه، راه جهنم هم حتی لازم نیست. داملا، شخص نسبت زن خطا کننده را اول خدا نمیبخشد، بعد من نمیبخشم. چیزی که از دستم آید میکنم داملا. ای برادر تو چرا به موعظه داملا دخالت کرده ایستادوی؟ یا خدا توبه. ایرج کمتر خاموشی سو از برای خدا. اگر یکان خطاگی باشد داملا خودش مانع میشود. همین خیلی مگر در مسجد گپ میزنند خلیل. آخری خودش چی گپ خاموش شد اکنون آقای ایرج تمام. دیگه وقتی که تو گپ میزنی ممکن است کو من گپ نزده ایستادم و شما خاموش استید گفته ایستادم. ای بستی در مسجد خیلی نمیکنن. خیر ما هم گفتیم یگان گپی خطا گفتیم برادر.
حالا این طرفش رو خوب فهمیده محترم جماعت. مادرهایمون، اپاها، خواهرها و زنهایمون همه‌شون زن می باشن. یک شخص پستی بی‌ادب اگر به مادر و خواهر زن شما ضرر رساند شما چیکار میکنید؟ نابودش میکنیم داملا، نابود. از با دنیا آمدنش پشیمانش میکنیم داملا. خیر اگر بینیم که با یک زن ناشناسمون زورآوری کرده ایستادن چیکار میکنیم؟ داملا لطو کوب کرده استخوان‌هایش رو هم میشکنیم. این رو لطو کوب نگوییم آقای کانون، اما این رو با مدد زن رفتن گوییم. بله محترم جماعت، زنها با ما و با جمعیت از برای امانت خدا بودنش نسبت آنها همه وقت با احترام رفتار کردنمون لازم است. استاد، شخصانی که با امانت خیانت میکنن آنها رو چیکار کنیم؟ آخر چیکار میکنیم دوستم؟ سر و بدن او را هم میشکنیم. داملا اگر اجازه دهید یک خاطره ام را نقل کردن بخواهم. شما خاموش نمیشوید خدایاتان با ایرج داملا من یک دوست داشتم. بسیار دوستش می داشتم. یعنی قریب بود که آیله دار می شدیم. می دانید در آخر آن زن شیطانی کرده مرا فریب کرد. چه خیل خار کردم، چه خیل محو شدم، چه خیل از پای افتادم. فهماندم بسیار دشوار است. خودم را به مای بخشیدم. بعد از آن دختر یک خبر گرفتم که ترسیده فکر کرده است که با او یگان ضرر میرسانم. گریخته رفته است. چیزی نباشد در دین ما بازم دست برداشتن ممکن نیست داملا. دختر رو نکشته اما با خانه آمده خودت رو کشتنی خواسته و یا بیار آقای کنعان دیوانه. بچه شد آقای کنعان یا که با خودتان ضرر رساندنی بودید؟ آخر داملا آن طرفش آنقدر بیاد ندارم. آنجایش کمی آمیخته است. به خانه کلتکلز گفتنی یک دوست در آمده مرا به این حال آورد. داملا در مسجد در این باره گپ نمیزنیم. داملا در نتیجه به زورآوری نسبت زن با شدت مقابلم. یعنی زن مادر است، به هیچ زیر کدوم مادران است. جماعت مسلمین، آقای کنعان یک مثال آورد. در این باره با او سپاسگزاری می‌نماییم. بله محترم جماعت، موعظه امروزه همون رو هم به پایان آورده رسوندیم. جمعه مبارک باشه. خوش آمده دامولازیا. خوش باشید خانم سیبا. لیمون سازی اصلا خوبم. شیرین نکم. تو چی خیلی؟ با خوردن شیرینی های تو آمدیم. البته که از شتی دامولو گوزه دامولو. بخور چی که میخوری بخور، لیکن از من دور شو. دیه دارید. با خدا از این کودک بزرگ شدم. یک گپزنی این کودک رو بین. باز آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی داملا؟ خوب هستم. شما چی خیر؟ رحمت. شما دیگه داملا اگر اجازت باشد شینم. البته به یگون مشکلی مرحمت. چی خیل شما داملا؟ خوب هستیم شکر خدا. داملا معویزه امروزتان عالی جناب بوده. بسیار غذای معنوی گرفتیم. خدا از شما هزارها بار راضی باشه. از همه داملا با گوشم یک دو چیز نافارم آمد. بخیر است آقای کنون. چی خبر بوده است؟ شما از خانم زهرا جدا می شده؟ پس گفته خبر بد تیز پهن شده از راست بوده است. معلوم که خبر تو با شما آمده است. داملا از دستمان برای خدمت چیزی که آید ما تیاریم. و خدا یگون کار برای کردن نیست آقای کنون. ما انسان ها دنیاهای گوناگون بودنمان رو قرار داده را همون رو جدا کردیم. یعنی شما اکنون خانم زهرا را دوست نمی دارید؟ ها؟ دوست نمی دارم. چرا خندیدید؟ داملا با تشبیه هم خفه نشوید و این خیل نکنید داملا. آخر مؤمن برادری مؤمن است داملا. شما با خانم زهرا بسیارم عاشق هستید. بخیر است آقای کنون. این از کجا برآمد؟ داملا از یگان جا نبرآمد و از قلبتان فواره میزند. فواره آن از آنجا نمایان است داملا.
با خدا شما آن را خطا میبینید به فکرم آقای کنعان. این کارو نکنید داملا. ما هم دوست داشتیم، ما هم عاشق شدیم، اما یک بار دوست داشتم را از دست دادم. حالا باز او را یافتم داملا، اما او مرا دوست نمیدارد. چی شد؟ اصول با کار نآمد آقای کنعان؟ داملا به این حال من نگرید. کالتکیل از گفتنی بیشرف اگر مرا به این حال گرفتار نمیکرد، مگر به اصول من احتیاج می داشتم داملا. اما شما از دست نمیدهید داملا. برای این چیزی لازم باشد از دستمان چیزی آید، همه چیز را میکنیم. مانند شما به یک آدمی محترم یگان فایده ام رسد. شاید خدا به من دستگیر کردن آن کالتکیلسی پدر لعنت را نصیب کند. انشالله آقای کنعان، انشالله. بخشش داملا، بخشش. یکی از دهانم بیرون شد. عذاب دارم در این خیل حالات. چیکار کنم داملا؟ خیر میلش، با اجازه شما. اجازه از شماست. تا باز. خداحافظ. خوش آمد یکم. این شما در شعبه پلیس روبرو شده بودید. اکاهتان رو گم کرده بودید. بسیار غمگین شدم. دلم بسیار پاره پاره شد چون حال شما را دیدم. خدا رحمتش کنه. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. ها همین خیل؟ بله. اوه بسیار خوب. انشالله در مدت بسیار کوتاه او را میابید. انشالله. تا باستید. خدا حافظ. السلام خانم بتول. السلام. مرا ببخشید اما شما کنعان را از کجا میشناسید؟ نمیشناسم، تنها یک بار در شعبه پلیس روبرو شدیم. تمام. یعنی از من خفه نشوید، و اونقدر راستی آدمی خوب نیست. اگر یکم بار دیگر با او روبرو شوید بسیار هم صحبت نشوید گفتنی بودم. آخر من با او هم صحبت نیستم. تنها درباره اکرم یک چیز پرسید، من جواب دادم. تمام. به حیاتت داخل کرده همه چیز رو معاف کردن نمیخواهم. در اصل اکایی که سالها جستجو دارد دوست بودنش رو فهمد، دنیاش تیره میشود. مرا دایم مانند کودکیم به خاطر آورد. مادر ملیس بخیر است؟ میبینم بسیار خورسندی. بله خورسندم مادر جان. کمی گپ زن چی شد؟ امروز بسمی خوراکی نصفی روزی خوردم. بازو مرا به سیر و گشت دعوت کرد. بسیار عالی جانم. خیر درباره چی گپ زدی؟ همین خیل آنقدر گپ‌های مهم نزدیم اما امروز گویا که به من دیگر خیلی نگاه کرد. از اون امیدش رو کنده جوهری حقیقی را ده. انشالله همین خیل می شود مادر جان. همین خیل مادر و بنیلیس دومولازیان نباید باز او را جدا شوند. به من کمک رسانید که آنها را آشتی کنانیم. ای ملیس تو از طرفی خطا نظر داری. کمی عقلت رو کار فرما. اگر زهرو از دومولازیا جدا شود در چشم آقای اکرم پست می شود. آخر مادر اگر زهرو از دومولازیا جدا شود من سمی را از دست می دهم. اگر زهرو در چشم آقای اکرم پست شود چشم سمی بغیر از تو دیگر کسی را نمیبیند. خواطر نشد. مادر شما دائما خودتان را فکر میکنید، مرا فکر نمیکنید. من هم همون را فکر دارم. یعنی آینده همون را فکر دارم. تو هم کمتر با عقل باش. شما هم طبیعی مرا خیره کردید. لیویند ها با اون تو امروز گپ زدی؟ نه گپ نزدم، هیچ گپ نزدم. کمیسر سرویناز یا خدایا، آخر به زنگ‌های من هم جواب نمیدهد. خواطر شدم. یا خدایا تبا من هم خواطر شدم. یک من از تلفن خودم زنگ زنم. گداگ رفت. علیا سردارم. بله سردارم این بسیار خبر خوش. راستی تبریک میکنم. ینگه هله را هم تبریک میکنم. بله سردارم تا بازدید. خیر چی میگوید؟ میدونه چی؟ ینگه هله عاملدار شده است از اکای هونال. چی؟ یعنی اکای هونال پدر میشود، ینگه هله باشد مادر. اکنون سردارم از ذوق سیاه و کلتکل از گفتن آدم ها خلاص شد. از این پس با نیچه‌اش آواره شده فکر یگان کس را نمیکنم. خانم سرویناز با اجازت شما من پیش سردار اونال میروم و برای نیچه لباس میخرم. رو
асло унал аз калтакелос даст намекашад. он ҳале бошад аз ҷои омадааш боз мегардад. унал боз аз ман мешавад. ман ба иҷо бехуда наомадаам. мебинем ки дар ҳақиқат зоғи сиёҳ домуло зиё будааст. агар ҳамин хел бошад дарҳол ба полис таслимаш мекунам. амаки акрам, агар фаҳмед ки наберад бо як сохтакор фотиҳа шудааш чӣ кор мекунем мебинем. иншаллоҳ. ё худои тавба, боз ин ҷавоб намедиҳад. дар куҷо бошад? ишқам, ман омадам. эй унал, дар куҷо будӣ? ин қадар дер кардӣ. ишқам, нигоҳ кун чиҳо овардем. инҳо чистанд? барои кӯдакамон харид кардем. нисфи пули бозичаҳоро ман додам як аҳле. дастат дардро набинад. дар он ҷо гузор. сардорам, янга, акнун ман меравам. барои ҳамааш бисёр сипосгузорам. худатро эҳтиёт бикун левин. ташаккур. майлаш, ха ягон ҷо меовам. охир ту чӣ кор кардӣ унал? инҳо чистанд? ишқам, инҳо чизҳои дар давраи аввал лозим буда. дар азду чарха гирифтани будам, аммо фурӯшанда гуфт ки аз 3 солаи поён мумкин нест. яъне ҳоло то тавлиди тифл калон шуданаш вақти бисёр аст. бин ишқам, ба инҳо нигар, ба инҳо нигар. кӯдакамон таваллуд шуда зуд калон мешавад. охир як менигирӣ ки тап роҳ гашта, менигирӣ ки баъд калон шудааст, ба болои шифҳо роҳ мегардад. ин хел ҷаҳида дар рӯи диванҳо мегардад. баъд мебинӣ ки афтидааст. охир кӯдакон ин хел ҷаҳидаву парида калон мешаванд, але? охир ба орзуямон меразем, алеҷон, ба орзу. ту ин қадар хандаовар буда. ё худои тавба, ҷонаки ман. занак ҷонам. ҷонам. ишқам. یا خدا جان، در حقیقت امروز روزی من بود. سردارم اونال حامله‌دار شد. سلین جان باشد گلی ناچیزی مرا قبول کرد. جانان شد نکی. ایوا، اکنون چیکار میکنیم؟ جایی نداریم که شب روز کنیم. اکنون بشین سرم چرخ زد. چی کنم سلین؟ از فکر دیوانه میشوم. چون حس میکنم که گویا با بابایم یگان واقعه ناخوش رخ میداده باشد. ترسیده شدم. خیر تو هم با او نگو. اصلا من تایها قرارم را دادم سلین. با بابایم جدا شدنمان را میگویم. اکنون دیگر بسیار پنهان میکنم. نمیتوانم. خودش چی گپ است؟ در این نیمه شب در اینجا چی کار میکنی؟ بابایم ناراحت شده است، با او آب میبرم. با بابایم چی شد؟ چرا؟ من یک رفته بینم؟ نه ایست، تو نرو زورو. با او چی شد؟ چرا من باید رفته نبینم؟ این خیل چون که چی بابایم برای تو غمگین نشوی گفتنم رو نخواست. یعنی یگان جای ترسش نیست، اما امشب به نزدش نرو. اما من خواطر میشوم. لطفا زهرا تو خبر دادی گفته بعد مرا جنگ میکند، آخر داروهایش را خورده خواب میکند. من تمام شب در نزدش میشوم. لیکن وعده ده که اگر حالتش بد شود به من خبر میدهی. مایلش خواطر نشو. انیک خبر میدهم. بابایم مرا انتظار است. من روم. مایلش عزیزم. درباره جدا شدنمون پگاه گپ میزنم.
انا میبینید دنبالازیا حالا زهرا رو خلاص بکن. چی شده؟ زاغ سیاه زهرا رو دزدیدیم. اگر خواهی که با او ضرر نهاید ساعت 4 با فابریکای محله بیو. رقمی تلفنی یازنه اون نال ها یازنه اون نال چند است؟ انا اکنون نوبت پلیس. اگر زاغ سیاه را دستگیر کردن خواهی ساعت 4 شب با فابریک محله بیا. این آخرین فرصت توست، چون که زاغ سیاه به خارج فرار میکنند. زاغ سیاه ها اوی کالت کلاس را دستگیر کردم. کارت این رو برآورده پرتافتن هماش حل است. این دفعه کارت حل است. عشق من زود میآیم. کالت کلاس رو دستگیر کرده جشنواره میکنم. بعد از این همه چیز مانند خواست تو میشود. الو سالینوس، خبر اومد. کالت کلاس به خارج فرار میکرده است. به حرکت میگذاریم. ساعت 4. خاطر نشه زهرا، تو را نجات میدیم. از کالت کلاس بودن زاغ سیاه باوری داری؟ خبر دهنده تنها زاغ سیاه گفته است. زاغ سیاه کالت کلاس است. از خودم باوری دارم. دستان رو بردار. دستگیر شد. قسم میخورم که دستگیر شد. آفرین اکیونال. با تو گفتم بردار. یگان حرکت ناجان نکن، نباشد نپرانم. حالا باشد آیسته آیسته به طرف من تاب خور. زاغ سیاه. یا که کالت کلاس میگفتم. نقابت را برار. با آخری کار آمده. آی کالت کلاس، این دفعه تو تمام شدی. نقابت را برار گفتم. او کی بوده است؟ ای بچه تو کی هستی؟ بلا
بلا زند آخر زاغ سیاه داملازیا نبوده است افتش رو بینینا زهرا به این عاشق شده است روبو کالتکل است این تویی کارها چی خیلی کارها برباد رفت که به خدا قرضای ما رو با تو سپرده نمیدیم اما کارها جزیر شدن مهم نیست روبو قرضت را میسپری خواهد نشو یعنی چی خیلی اکا نقاب رو با من دو ما رو با اینجا رو کرد من بیگناه هم اوی کالتکل است بیشرف باز مرا مسخره کردی ها اکا من روم با کجا میروی با کجا میروی اونال 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 کجا شده باشه در بغل چی داری؟ تو کالتکل است رو از کجا میشناسی؟ بله الو شما کیستید؟ سلام حلی جان من سرویناز سرویناز؟ اونال در کجاست؟ گوش کنید حلی جان آروم باشید یکون جای تلاشش نیست مایلش ما با اونال از قپای کالتکلوس بودیم چی؟ کالتکلوس؟ بله یک کس رو دستگیر کردیم لیکن کالتکلوس نبوده است اونال حالا پرسپوز دارد یعنی وقتی به تلفن جواب دادن نداشت من زنگ زدم اما خواطر نشوید یکون جای تشویش نیست اونال بسیار هم خوب است بسیار آرام شدم یعنی معلوم که در شکاری کالتکلوس هستید آفرین با شما موفقیت خواهانم بلا زند آفرین اونال حیف بر تو بود این دفعه تمام انیق تمام پیش درا با ماشین سوار شو بله عزیزم من آمدم جوانم من آمدم بله زنک جان من آمدم تو در کجایی تو رو ترک کردم اونال وعده داده‌ات رو نداشتی تو رو با سرویناز در شکاری کالتکلوس موفقیت خواهانم و من دیگر زنگ نزنم برای گپ زدن هم کوشش نکنم با خدا کسی ما رو با دام افتاندنی بود اما کی شخصی که زاغ سیاه بودنم رو میداند یا شبهه دارد این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست با خدا به سر گویی و شخصی از قصر میوید مثلا آن سمی لاغر دخترم بیخور آخر اشتها ندارم بابا جان یگانجای درد داره دپه نمیخواهم گفتم کو یکی تیفلت گروس نشده است اکنون با اونال همش تمام شد این دفعه تماما به آخر رسید اپا جان التماس غمگین نشه من با اون خونه برگشته نمیتوانم آخر عقلم نمیگیرد یعنی شخصی که صاحب طفل میشود چرا حالم از قفای کالتکلوس میدود آخر دینا گپ زدیم با من وعده داده بود راست میگویی آنونال به هیچ چیز لایق نیست حتی آدم نیست آدم
نمیفهمم، در حقیقت نمیفهمم. وعده داده بود آخر، با من وعده داده بود. حله جان، مردان حاضر زمانه چپ و راست رفتنشان معلوم نیست. طفلی در بطن بوده و دختری مرا غمگین میکند. آدم باشد که پدر شود. زورا اگر خواهی حاضر گپ نزن، شب گپ میزنی. بابایت بسیار عصبی است. به فکر من هم بابایم در این حال عصبی بودن زهرا به گپ زدن جسارت ندارد. یک راهش را یافته و بابایم نگفته آنها را آشتی کردن لازم است. سلامت باشی عزیزم. زهرا جان سلامت باش، شفا یابی. به فکرم زکام میشوم. تشکر. اگر دامولا زیاد بیمار شدن زهرا را فهمد آشتی میشده باشد. عزیزم بیمار هستی؟ به فکرم زکام میشوم بابا جون. امروز به کار نمیروم، کم ترک استراحت کنم. چشمانم سوخته شده. دامولا زیاد چخیل است؟ مدت زیاد شد که ما نخوردیم. بابا جان بعد از استراحتم گپ زنی میشود؟ مایلش. با اجازت شما. خواطر نشو، با تو گپ میزنیم. بله در اینجا همین خیلی شده است. از همین سبب گفتم. انا بین هجری 18 روز نکش. معلوم که دفتر و قلم رو تیار کرده. در سر سوال هست. زود پرس. اکا هجری بسیاری بد گازدی مگر همیشه سخن میگویم. به تو خب کن. سوالت رو پرس هجری. استاد سوال من این خیلی از در اینجا یعنی یک دقیقه. لبای چه شد؟ زهرا بیمار است؟ خانم ملیس یک اسپند رو دود دهید، بالی موی چای کنید، همش میگذارد. آخر دامولا زیاد در برش بودنتان لازم است. خودش رو بد حس میکند. در این حال به شما احتیاج دارد. بعد از مشکلی های در بینتان شده خودش رو بسیار تنها حس میکند. بسیار غمگین است. خانم ملیس چون صحت شود همش میگذارد، هیچ چیز نمیماند. خاموش کرد. یا خدایا توبه. جواب نمیدهد. ای سربیناد آخر چرا به حاله گفتی که ما در جستجوی کلتکلس هستیم؟ آخر اونال تو مشغول بودی. چون به تو زنگ زد فکر کردم که خواطر نشود یا فکری بد نکند گفته این کار رو کردم. یعنی این کارو چی جایی با هیماش هست نمیفهمم. از من جدا میشود. جدا. من نابود شدم. ملیس چخیلی جانم؟ خوب خودت چخیل؟ خوب. من یک چیز پرسم. تو چرا جدا شدن زهرا و دامولا زیا رو نمیخواهی؟ آخر زهرا مثل اپا هم است. یعنی خوشبخت شدنش رو میخواهم. راستش رو بگو. راستش رو میگویم. چرا برای من نمینگری؟ نگاه دارم کن. خیر تو چرا جدا شدنی آنها رو میخواهی؟ نه عزیزم چه علاقه دارد؟ جدا نشوند. بیامون خوب میخواهی کنی قایل شو. میخواهم. من با دامولا زیا بسیار عصبی میشوم. مگر دامولا این خیل میشود؟ تو از همین سبب دامولا زیا رو پی بردی یا که یگان شبهه داری؟ نه در اصل تو گفت و کو کردن این آدم رو یک طرف گذار. دامولای مسجد است آخر. آخر پدر جان شما را اینقدر شاد و خرسند دیدن چی زیباست نه؟ زهرا و دامولا زیا یک آشتی شوند، باز توهایشان را کنیم. تو بد خرسندی مرا ببین. زهرا هم آمد. ما هم کمی پیش درباره تو گپ میزدیم. سلام. سلام. چیکار کردی؟ با دامولا زیا گپ زدی؟
زهرا مشکلی های در بینتان بوده را حل کردید ها؟ بابا جان ما کمی تنها صحبت کرده میتوانیم. مایلش گپ میزنیم یا رفتیم؟ مایلش پسرم مایلش. آقای کنعان اومدن. این در اینجا چی میکوبد؟ آقای کنعان؟ مایلش در آید. بابا جان بعد گپ میزنیم، حالا من رفتنم لازم است. مایلش دخترم گپ میزنیم؟ با اجازت شما. مایلش. السلام علیکم آقای اکرم. بخیر است؟ تو اینجا چکار داری؟ چکار دارم؟ آخری که نمیشود آقای اکرم. چیزی نباشد ما خدای صاحب بیاویم از طرف داماد هستیم؟ یعنی آخر با شما خدا پیشتر هم گفتم دامولازیا به صاحب نیست، ما از طرف او هستیم؟ عصبهایم خودش ویرانند، با تو سر کار گرفتن نمیتونم. کنی از پس کارت شو، رو زود. آقای اکرم من آخر خودم اینجا برای کار آمدم. شنیدم که بین دامولازیا و زهرا این خیل نافهمی خورد بوده است. میدانید در همه مناسبت این خیل میشود کاری ما باشد. آنها را آشتی کردن. آشتی کردن؟ بله، آنها جوانند، غرور میکنند، از مورچه فیلم میسازند. مگر اینقدر مبالغه لازم است؟ نه و امایش هست. امایش نیست آقای اکرم. من اینجا شخصا جوانان را برای آشتی کناندن آمدم. تعریف نشود و موفق نشده هم دست کشیدن در طبیعتمان نیست، فهمیده؟ این کار چه می شود؟ بیایید فهمانم. سمی این کنعانش کیست ها؟ من یکم بار میبینم با آدمی سوز مانند نیست و اما بسیار خوب، بسیار خوب. بله اما اول دامولازیا رو به خوراک دعوت کردن اما لازم. نه دعوت نکنین. یعنی این خیلی زود دعوت نکنیم، کار داشتگی سفر. تو خاموش باش بیشرم. چی آخر از این باز چه خیلی کاری مهم می شود آقای اکرم؟ همین خیلی نه؟ دعوت کن، دعوتش کن. اگر دوم سمی فکر کرده باشد او از کجا فهمیده است آخر من در کجا اشکر شدم؟ یا خدا، این کنعان از من چی میخواهد؟ الو آقای کنعان. الو دامولازیا، در حال آمدنتون در کار در کجاه؟ ما در خانه خانم زهرا هستیم، زودتر باشید. مسئله حیات و ممات زود باشید. در خانه زهرا هستی؟ بله زود باشید دامولا، در حال بیایید. خانم زهرا را انتظار نکنید. مایلش خدا توبه، کنعان دیوانه در این خانه چی میکند؟ باز با زهرا یکان مشکلی نارم. مرحمت. شب بخیر. شب بخیر. بیا لبین بیا. ای خدا جان، شکر که باز یک جا شدیم سردارم. دیروز که رفتی با آمدی هم قیادت کردم که سردارم. این خیلی نباید سردارم. آن یک روز به من مانند 1 سال شد. تنهایی درد سخت است. این خانه را بسیار یاد کردم سردارم. چیکار کنم؟ لوینت، ینگه حالیت باز منو ترک کرد. شنیدم سردارم، بسیار غمگین شدم، اما کار شدگی شد. این کار رو باز از جهت خوبیش نظر کنید. جهت خوبیش چی بوده است؟ ینگه حالی رفت، من آمدم. تو خودت پزم؟ میپزی؟ یاردم کنم؟ شما فقط یان باش کنید دادرمونم. باشه.
доим ин хел хурсандӣ намешавад. баъзан ҷангу баҳсҳо мекунед. ҷангҳои ширинӣ байни дӯстдоштаҳо дар табиати ишқ аст, аммо худро ба даст доштан лозим аст. албатта муҳимаш дароз накашидан аст, парешон намондан. албатта ки дар байн ҷудошавӣ одида мешавад. табиат дастин ҳамин хел не? ба худо бисёр хуб гуфтед оғои акрам. ҳақ бар ҷониби шумо. ташаккури зиёд. як бародари бисёр азизамон дар як сурудаш мегӯяд ки аз ман муҳаббат не, ҷонамро бихоҳ. онро аз худ бикун. ҳеҷ гап намегӯям. яъне барои ишқат дар кор шавад, ҷонатро фидо мекунӣ. барои ишқ мурдан бояд, баъд он ишқ мешавад ишқ. оғои акрам, аз ман наранҷед. ба эҳсосот дода шудам. хафа нашавед. чӣ гуфта истода будам? ишқро фаҳмонда истода будед. монанди гуфтаи оғои акрам ҳам мо инсонҳои дунёҳои гуногунем гуфта ин хел масъалаҳои хурдро мушкилӣ намекунед азизон. ман ин хел гап гуфтам а? охир оғои акрам нагуфта бошед ҳам мегӯед дӯстам. ман барои ин ба ҷои шумо ба онҳо маслиҳат додам. нафасам танг шуд. ишқро чӣ зебо фаҳмонда истодаед. сабр мекунӣ. кори сабр аст ишқ. сабр монанди тасбеҳ мегардонӣ. якто. падар чӣ гуфтааст? интизор шудам ки дӯст медорад. сабр дар як тараф, умед дар як тараф монд. офарин. бё бародар бо мурчакшак шида. ин серияи ҳаштуми шабҳои деводор нест? аҷоиб кино будааст. лабаке фаррух. ҳа унал е он канъони девона аст. ки аст он девона ку ба ин ҷо омадааст писарам? ӯ дар он ҷо чӣ кор дорад? охир чӣ донам, ин домлозиҳо бо зуҳро қарӣ шудаанд ку онҳоро оштӣ кардан мехостааст. хубу девонаи канон чӣ алоқа дорад? чӣ алоқа дорад мегӯӣ? ин канони девона домлозиҳоро бисёр дӯст медоштааст. ҳардуяшонро оштӣ мекунам мегӯяд. ё худоё тавба. канони девона дар он ҷо будааст. ака ман ба ту занг мезанам. ой чӣ шуд? сардорам, канони девона бо хонум селен дар як ҷо будан наметавонад. левен иҷозат намедиҳад. ба куҷо? писар ба куҷо мегӯям? дар куҷо омада будем? ман мегӯям ки ҷавононро оштӣ кунонда таърихи тӯйро маълум кунем. тӯй? ман ҳам бояд ба тӯй тайёрӣ бинам. тӯй? бинед ҳардуяшон чӣ хел дар ҳаяҷон афтоданд. ин чӣ алоқа дорад? охир оғои канон. бале домлозиё, мо мекунем. аз тарафи домод ҳастем. ман мекунам. тӯйро ман мекунам. не тӯйро ман мекунам. шумо чӣ мегӯед оғои акрам? чӣ мегӯед? дар куҷо дидед ки тӯйро тарафи духтар кунад? тӯйро тарафи домод мекунад. шояд оиладор шуда намехоҳанд. яъне як пурсим тарафҳои муқобилро баҳс кардан лозим нест. дамадро гир аҳмақ. кори ту чӣ? чӣ гуфтани оиладор шуданро намехоҳанд? ин чӣ гап? оиладор намешавад. ин хел аз фотиҳа гашта намешавад. офарин оғои канон. яъне оғо маро оғо нагӯ. дамадро гир гуфтам. бешарафи аҳмақ инро интизор асте. аз ҷудо шудани мо чӣ қадар вақт гузаштаасту инҳо то ҳол дар бораи тӯи мо гап мезананд. ана ё бу гирсиё. чӣ шуда истода зиё? мо ҷудо шудем. чӣ хел тӯӣ? хонам зуҳро, ҷудо шуданамонро ҳоло ҳам нагуфтед? марҳамат шумо гӯед. он рӯзи тӯйро гап занед охир? як дақиқа гап задан бошад гап мезанему. ин хел хости шумо намешавад. уф бобоҷон, чӣ фарқ дорад муҳим оиладор шаванд? фарқ дорад. фарқи калон дорад.
توی نبیرم را دیگر کس کردن نمیتواند. من حالا نمردم. آقای اکرم عیب میشود آخه این خیلی دیگر کس نگوید. یعنی از طرف داماد هستیم گفتیم لطفا. یک دقیقه شما چه خیلی از طرف داماد میشوید؟ دامولا زیا را پرسید ها؟ رازیگی او هست؟ یعنی حالا همین خیل شدیم ها؟ دامولا زیا شما راضی هستید؟ چه خیلی روزیگه؟ از زهرا پرسیدید که عجب با اویلدار شدن میخواهد یا نه؟ یعنی در دامولوزیو آخر نشانه های اویلدار شوی معلوم نیست؟ نه این خیلی نیست. شما جدا نمیشوید. زهرا شما یکدیگر رو دوست میدارید ها؟ چه خیلی جدا شدن ها؟ چه خیلی؟ یگان خیلی جدا شدن نیست. چه خیلی جدا شوی؟ یا خدای توبه نه؟ از شما میپرسیدم آقا؟ مجبوری نیست؟ مجبوری اپا؟ عملیست. ای بس کن. چی مادر؟ یعنی با فکری من همه تو دمد را گیر. با تو کی اجازت داد که گپ زنی؟ دامولا بسیار اصولی خوب است. دوام ده. شما چی ها گفته ایستاده آقای فروخ؟ آخر دامولا نمیفهمند. دوام ده. آخر شما فکر چی رو داره؟ نفهمیدم. در بینمون ماند دامولا. فهمیدم. میلش چی میلش فروخ؟ با تو چی تولی؟ با ما دخالت نکن. آقا مناسبتی شما هم ویران باشد حالا چون آمده هم گپ نزنم؟ نه مناسبتی ما ویران نیست. همش خوب است. خدا را شکر. این کار نمیشود. بهوده مجبور نکنید بابا جان. میشود. ها آقای اکرم با خدا حلال باد. باید شود. از خودی زهرا پرسید که نمیخواهد یا نه؟ آی میخواهد. خودش گوید. یک لحظه. اگر اجازه دید من همش رو اشکارا با شما فهمونم. هیچ کس از جایش نجوبد. خود را بیرد. آماز. بس بولتانته بس خیلی سال شوه. آی خدا شکم شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ از شما چیز نمیخواهن آقای اکرم. از من میخواهن. این بیشرفا دشمنان من هستند. بیشرفا دیرو گردن نکردن که با مقابلم برایند. این خیر یک طرفی ضعیفی هم را یافتن. بسیار گپ نزن. پیش در رو میروه. ادم شو. آقا این دختر رو هم گیره؟ میگیره. زیبا بوده است. در راه خوشحالی میکنه. دختر رو سر دید. نباشه شما رو همینجا پاره میکنم. من را گوش کن کنعان. سلاحت را پایان کن که میپرانم. دختر رو سر ده. در جای دیست قهرمانی نکن که میکشمت. با جای چین حاضر تو رو میکشم. تو ما رو پراندن نمیتوانی. آن سرداری بی ناموسات ما را زنده میخواهد. درست اما قصدی دوستم را گرفته نمیماند. تو یک جان را گرفتی. اکنون نوبت من. دختر رو سرده گفتم. نبیرم رو سردید. دمتون رو گیرد. وزیر همتون رو یک تا به یک تا بکشم. بس بگو بس که بپرانم. های کن بچه های کن. اگه چی به اول منت کرده نیستونی بچه؟
گوش کن برادر، رفیقت رو پرون میفهمم، غمگین شدی. غمگین نیستم، عصبیم. قصاصی دوستم رو میگیرم. مدام جان کسی رو گرفتنی، دختر رو سرده، مرا گیر. وای وای، با فکرم قهرمان اینجا تو هستی. این دختر با تو کی میشود؟ فاتحه شدم. بسیار دوستش میداری؟ بله بسیار دوست میدارم. از جانت هم زیادتر؟ برای از جانم رو دریغ نمیدارم. حلالت بود. این خیلی عشق در این دور. گر رو دراز نکنه، دختر رو سرده. خباتیر نشو، دراز نمیکنم. با من زنده هم با ضرر رسوندن نمیتوانی. میخه مایلش مدامی که مردن میخوایی.